چطورین؟ به چنل یوتیوب من خوش اومدیم. من مینام. یه دیلی ولاگ دیگه با من بریم ببینیم امروز قراره چجوری بگذره. الان فکر میکنم ساعت 10 صبح. میخوام برم یکی از دوستامو ببینم. ضد آفتاب یادت نره. خونه یه ذره کار دارم ولی نه زیاد. ویدیو باید بگیرم. ورزش نکردم. تون میخوام آرایش کنم. دیرم شده. یه تینت برمیداریم. هر کاری از دستمون برمیاد با این تینته میکنیم. صورتم هم شیف کردم. این نمیدونم اون شد زخمه. چقدر صدا میگیره. این شده زخم شمشیر دیگه. درست نمیشه. نمیخواد خوب شه. ریمل نمیخوام زیاد آرایش کنم چون برگردم میخوام از این ویدیو داستانی میکاپیا بگیرم. در همین نمیخوام خیلی آرایش کنم دیگه. مرد پوستم انگار آرایش کردم. اینو میذارم خوش بشه. بعد یه دونه ناخون بکشی میره. نه عالی. ابرو من مرتب کنم. تختم میخوام رو تخت اینا رو امروز عوض کنم دیگه. جمعش نکردم. برم. صدام چرا اینجوریه؟ الان رسیدم اینجا. منتظر دوستمم بیاد. بعد چیزه داشتم میومدم یه ماشین از تو پارک عین چی؟ این فوشه بد اینجوری داشت میومد تو خیابون. منم داشتم این دو لاینه بود. من تو این لاین داشتم مثلا تو این لاین. اینم که داشت میومد تو این لاین. این بغلیمم همینجوری که داشتم میومدم اینور اونم داشت میومد که من سبقت بگیره. من لای این دوتا موندم. ولی خب شوماخر تو ردش کرد. شوماخری کی بودم من؟ شوماخر تو. آقا ما دوستمون رو دیدیم. حالا بگو دوستم کیه؟ آماده باش. 1 2 3. سلام. آیدا رو قطعا تو اینستاگرام دیدینش ولی یوتیوب نزده. پس بگین تو کامنت ها. هنوز وارد یوتیوب نشدم. آیدا بیا. چی دیگه اومدیم دنبال یه سری کارمار که الان اینجا رو نشونت میدم. بیبی لاک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ما رفتیم بستر تحویل گرفتیم. بریم ببینیم کجا بریم. نمیدونم بریم ایکیایی. نگو این بریم آیکیا بهتر نیست. اینجاییم. اینجا آیکیا سوسیس بخوریم. چینا فقط گذاشتم قبلا تو بلاگم سوسیس هم جورو. خیلی خوبی کوچولوها دیگه سوسیس. این ممیزی داره. من از آلمان اومدم. عزیزم. ببین اینجامون که بریدم هنوز زخم شمشیرم. رسیدیم فستیوال مال. یهو دیدم که چی سنتر پوینت شیلم. یادتونه تبلیغش تو ماهواره بود دیودورانت چمونه؟ نمیدونم ماهواره ما اینا رو نشون نمیدم. ایران یا یه قد کوتاه کچله داره مشکل جنسی. ما فقط اینا میگم. ببین شیلم نمیدونستم استندش رو اینجاست. ببین جلبه شیگلمه. بزنن با اینکه میدونم شما همه تو همیشه هیت میدین به لیفت ابرو کردن من ولی من ادامه میدم. دوست دارم بابا. بعد من هر مدلی لیفت میکنم شما به من هیت میدین. نمیدونم دیگه باید چه مدلی دوست دارین. ببینیم میمونه یا نه. اگه بمونه برگشتنی دم پارکینگ میخرم.
اون سوسیس معروفه ایکیاست. سوسیسه. عجب سوسیسی همش گوشته. به به. ایکیا ایشون میگه که اینا رو کدشو برمیداریم میریم از پایین برمیداریم میریم میذاریم این استاندارد آیکیاست. شما اگه نظرتون من میگم نه باید نظرتون آغاز کنید. من میگم نه اینجا سفارش میگیره برای دلیوریش میکنه. میتونی هم کنی ولی وقتی ماشینت جا داره چرا یه همچین ستم میکنی؟ ولی پن که اونجوری حالا بریم ببینیم که چی میشه. ببینیم این گیس کشی ما به کجا میرسه. توضیح بده بهتون. من چیزم ایجنت آیکیا در امارات هستم. خب بچه‌ها این ما همونطور که می‌بینید ساخته دست خود. این خیلی باحاله بچه‌ها که امارات زندگی میکنن یا اصلا کلا جاهای گرم دنیا زندگی میکنن. این خیلی باحاله. این خنکه. یه بهش کولینگ افکت داره، یعنی اینجوری یخه دست. خنک کننده داره. همش یخه، یعنی اینجوریه که سرتو بذاری گرم شه. واقعا خنکه. خیلی باحاله. آیدا خرید کرده. هنوز نکردیم، هنوز به اون مرحله که با تو شرط دستیم نرسیدیم که باید مسائل رو ولی الان که فهمیدم میدم که خیلی آیکیا رو بهتر از من بلده. این از اروپا آمده، آیکیا اروپایی. نه ایجنت آیکیا تو امارات هم. آره بعد فکر میکنم که ببازم حقیقتا زیادی بلده، ولی بقیه جای امارات اوکیه. ادا منو داره واقعا پیدا کرد، همون بود که خودش گفته بود. موفق باشی. فهمیدین چی شد؟ میرین کدش اول برمیداری میاد خودت از این ور برمیداری. اینجا خیلی اروپاییه، خودتون باید کارتون رو عادت همین بود، ما هیچی نمیخریدیم اینجا. انبار باشه. اومدیم زارا، یه ذره به زارا نشون بدم. H&M. آقا اون 10 صبح یادتونه وقت خونه اومدم بیرون، الان فکر کنم 4 و 5 رفتیم یه مایو خرید آیدا و گفت رو مایویی میخوام. بعد اونم نیست. حالا اگه مایو فروشی دیدی میریمش، من خستم بریم. اون لحظه مایو فروشیه کو؟ مایو فروشی خدا شانس. اسم من مرغ آمین نشسته اونو آسانسور میبره. مرغ آمین چیزه اینجا نشسته حرفای آیدا رو گوش میده. خودش میگه میشه با حالا این معمولا به خدا پیدا نمیشد. آیدا رفت و از اینجا به بعد روز که دیگه الان ساعت 6 افکار که دستم داره می‌لرزه. هستم در خدمتتون، اومدم دنبال حساب. خب بایست. خیلی راه رفتیم واقعا، یه مالگردی خیلی درست حسابی با هم کردیم، ولی این وسط احتمالا تصاویر منظره شما ندارم بزنم چون پشت فرمون خیلی سختمه که هم فیلم بگیرم، هم رانندگی کنم، هم نقشه رو چک کنم. همین دیگه. آها اینو میبینی؟ اینو رو اون شینه برام بنفیت زد و اینکه حالا نتیجه، یعنی حالا برای اینکه من یه ویدیویی بگیرم و اینا خوبه، ولی نمیدونم. البته اینم میگم که من زیرش خیلی دیگه مثلا یه ذره پوستم چرب شده بود، نمیدونم. اینجا حسامو داریم. 2000 years later. ما رسیدیم خونه. من یه دوشی گرفتم و خیلی هوا گرم شده. کلاهش
بعد خیلی هوا گرم شده اینجا، اصلا قشنگ روزی 2 بار هم میشه بری دوش بگیری. چشام سیاه شده چون قبل از اینکه برم دوش بگیرم آراشم پاک نکردم، یعنی همون ریمله و اینا رو الان میرم پاکش میکنم. و اینکه اینا که قرمز میشم که بعضی وقتا تو ویدیو اولش میافته نمیدونم چیه، همیشه همینه، وقتی میرم حموم و اینا یه ذره قرمز میشم بعد خودش خوب میشه. امروز قرار بود بریم خرید خونه ولی نرسیدیم بریم، یه انقدر آناناس داشتیم آوردم که بخوریم. من گفتم بریم بشینیم تو تخت و تو گوشی جوکر ببینیم، بقیه‌شو اینجوری بگذرونیم امروز. آقا این از ولاگ امروز، مرسی که با من بودین، خیلی دوستتون دارم. از سر چای خودم این لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگ بعدی، خدافظی.